بر اساس اصل 28 قانون اساسی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر اساس قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار رایانه‌ای که سال 79 به تصویب مجلس رسید تشکیل شد. 1094 تا مصوبه به 1800 میلیارد دلار. شما آیا موضوعی رو میتونید پیدا کنید توی حوزه فعالیت‌های شهری که بدون ICT امکان پذیر باشه؟ 96 میلیون بشکه در روز. بازاریابی هرمی توی کشور ما ممنوع. 1800 میلیارد دلار. 161 از این 1094 تا خیلی مصوبات خوبی بود. دولت مکلفه که شرایط اشتغال رو برای همه ایرانی‌ها فراهم کنه. 554 تا ملک نصف وقت شورا رو گرفت. من می‌خواستم بپرسم به شما آیا موضوعی رو میتونید پیدا کنید توی حوزه فعالیت‌های شهری که بدون ICT امکان پذیر باشه؟ 57 از مصوبات عرض به خدمتتون که در رابطه با الزام شهرداری به تهیه طرح بوده، کاری که خود شورا موظف بوده انجام بده رو تفویض کرده به شهرداری. نظام صنفی اومده مشکلات و موانع کسب و کار رو تو تمام حوزه‌ها احصا کرده و راهکارهای اجرایی هم برای اونا تهیه کرده و پیگیر حل این مشکلات. ICT یا فناوری ارتباطات و اطلاعات بهترین راه حل برای تولید شغل در تمام جوامع بشری و به خصوص ایران. در تو موضوع اشتغال اپایی هستن که خیلی از خانواده‌هایی که امکان فعالیت خارج از خونه رو ندارن میتونن کار آشپزی کنن و از طریق اون اپ و اون سایت مواد غذایی رو که میتونن تولید کنن و میتونن بفروشن. بازار ICT در سال 2016 مقدار 3800 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با بازار نفت 2 برابر این موضوع. شرکت هایی که کسب و کار آنلاین یا اینترنتی دارن اگه با قطع شدن اینترنت کل کسب و کارشون تعطیل بشه تو حوزه استفاده سازمان نظام صنفی هستن. مصوبات شورای شهر از سال 92 تا پایان سال 95 1094 تا مصوبه. همه دارن از نو چرخ رو اختراع میکنن. همه از نو دارن دیتا رو تولید میکنن، تو بانک‌های اطلاعاتیشون ذخیره میکنن، در صورتی که این اطلاعات وجود داره. بازار نفت بازار پر اهمیتی که ابرقدرت‌ها بر روش دعوا و جنگ دارن. به استناد قانون و آیین‌نامه اجرایی تمام فعالین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موظفند که قبل از شروع به فعالیت بیان مجوز فعالیتشون رو از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بگیرن. میتونید از طریق تکنولوژی IPTV برید مسابقه فوتبالتون هرچند با تأخیر رسیدید و ببینید. همه اینا امکان پذیر نمیشه مگر اینکه فیبر نوری بیاد به منزل شما. بخش دیگه از مصوبات در رابطه با معرفی اعضای شورای شهر بوده به عضویت برای عضویت در کمیسیون، شورا، هیئت مدیرای شرکت‌های اقماری شهر. استفاده از اماکن مسکونی که توی شورای شهر تصویب میشه عادلانه الان در رابطه با اون تصمیم گرفته نشد. فناوری ارتباطات و اطلاعات توی نقشه جامعه علمی